درود میگویم با پادکستچکان یوتیوب کانال زن و مرد و پری سینما گروپ. درود به مادران نازنین، خواهران مهربان، برادران عزیز و عزتمند. درود به همه هموطنان عزیزم. روزی همه شما بخیر و شادی باشد. امید میبندم که همگیتان صحتمند باشید، زیرا مهمتر از همه برای انسان سلامتی است. پس همیشه تنی به درد داشته باشید. دوستان و هموطنان عزیزی من، امروز روز سعید جمعه است. روز سعید جمعه و عید قربان برای یکایک شما مبارک باشد. آنهایی که دردمندند، بگذار پروردگار برایشان شفای کامل عطا فرماید. آنهایی که منتظر فرزندند، آرزو میکنم که خداوند برایشان فرزند سالم و صالح را هدیه نماید. آنهایی که در جستجوی بخت هستند، بگذار پروردگار بخت و سعادت و همسفر خوب زندگی را نصیبشان بداند. آنهایی که عائله دارند، بگذار آرامش زندگی و سعادت و بخت سفید، نمونوی بودن عائله در دیار و در محل و در وطن نصیبشان باشد. و در مجموع به همه هموطنان عزیزم سعادتمندی، خوشبختی، قرار و موفقیت و بهترین خوشی های حیات را از درگاه خداوند آرزو دارم. روز بخیر. در زندگی دوستان عزیز، با جز مهر و محبت، صداقت، همدلی و همدیگر فهمی دیگر چیزی باقی نمیماند. پس همیشه نسبت به همدیگر مهربان باشید، همدیگری را دوست بدارید، به قدر همدیگر، به قدر عزیزان و نزدیکان و پیوندانتان برسید. مهر و محبت را برایشان ارزانی بدارید و البته سخنانی پر از محبت را نیز برایشان دریغ ندارید. دانی که زی آدمی چی میماند و بس؟ مهر است و محبت است و باقی همه هیچ. آرزو میکنم که پروردگار مهر و محبت، صداقت و وفاداری و فیض و برکت را برای همه هموطنان عزیزم، برای تمام مسلمانان روی دنیا ارزانی بدارد. و پادکستچکان یوتیوب کانال زن و مرد و پری سینما گروپ همیشه منتظر نوارهای نو به نو ما باشید. لایک مونید و شرحهای خوب رو نویسید. ما همیشه برای شما کوشش میکنیم و تازه به تازه برنامه ها رو پیشکشتون میسازیم.